بار اول در مدت 33 روز اخیر پاکستان گذرگاه تورخم را برای ماشین‌های بارکش باز کرد که به افغانستان و تاجیکستان هم بار میبرند. ده ها ماشین بارکش از روز 21 مارس از گذرگاه خیبر گذشته به سمت مرز افغانستان حرکت کردند. یک روز پیشتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان دستور داد با نشان حسن نیت دو گذرگاه مهم مرزی با افغانستان را باز کنند. پاکستان این گذرگاه‌ها را روز 16 فوریه بعد سلسله حمله جنگجویان بست که بیشتر از 100 نفر را کشتند. پاکستان میگوید جنگجویان این حمله ها را در پناهگاه‌هایشان در افغانستان طرح ریزی کردند. بعد این هزاران ماشین در دو طرف مرز درماندند. دیپلمات‌های افغان و پاکستانی پیشتر از باز شدن گذرگاه‌ها در لندن درباره پناهگاه‌های احتمالی تروریستان در مناطق مرزی گفتگو داشتند.